ببینید ما هفته بعد با ایران صحبت میکنیم، شاید توافق امضا کنیم، نمیدونم. برای من فکر نمی‌کنم اونقدر بر من ضروری باشه، یعنی اونا جنگیدن، جنگ تمام شد، حالا به دنیای خودشون بازگشتن. برای مهم نیست که توافق داشته باشیم یا نه. تنها چیزی که ما می‌خواستیم همون چیزی که قبلا می‌خواستیم، یعنی عدم هسته‌ای شدن. ما هسته‌ای نابود کردیم، به عبارت دیگر اونها نابود شد. من گفتم ایران هسته‌ای نخواهد شد، خب اونو منفجر کردیم تا قیامت منفجر شد. و برای من احساس قوی در مورد اون ندارم. اگر سندی به دست آوریم بد نیست، اما با اونا ملاقات خواهیم کرد، در واقع با اونا ملاقات خواهیم کرد. ببینید ما هفته بعد با ایران صحبت میکنیم، شاید توافق امضا کنیم، نمیدونم. برای من فکر نمی‌کنم اونقدر بر من ضروری باشه، یعنی اونا جنگیدن، جنگ تمام شد، حالا به دنیای خودشون بازگشتن. برای مهم نیست که توافق داشته باشیم یا نه. تنها چیزی که ما